سلام. میدونستی که سایه زدن برای زیر چشمامون یکی از واجباته، چون که باعث میشه چشمامون خیلی زیباتر به نظر برسه. اما یه سری اصول و نکته ها داره که من امروز میخوام توی این ویدیو براتون توضیح بدم. وقتی که ما کانسیلر یا کرم پود میزنیم باعث میشه که چشمامون جمع بشه و حالت کوچیک پیدا بکنه. اما اینکه چشمای درشت و گرد چطوری باید برای زیر چشماشون سایه بزنن، چشمای کشیدم چطوری سایه بزنن و حتما توی این ویدیو توضیح میدم. خب بچه‌ها، برای سایه زیر چشمامون به همچین براشای احتیاج داریم. این براشا تقریبا ظریفن، باعث میشه که سایه زیر چشممون خیلی خوشگل‌تر به نظر برسه. فقط حواستون باشه از این براشای خیلی بزرگ برای زیر چشمتون استفاده نکنید، چون مثل این مشخورده ها به نظر میرسین و سایه زیر چشمتون خیلی زشت میشه، حالت کبود به اطراف چشمتون میده. خب بچه‌ها، انتخاب رنگ برای سایه زیر چشم کاملا سلیقه‌ایه. شما از هر رنگی که دوست داشتین میتونید استفاده کنید. من امروز میخوام از این دوتا رنگ استفاده کنم. اگه